بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام علی رسول الله صلی الله علیه و علی آله و اصحابه و من والاه. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. برادران اسلام، در این روزی سعید جمعه، روزی مبارک، روزی با برکت و روزی اجابت دعا، قبل از آن دعا کنیم پروردگار رو امروز و همه روز و همه وقت ما رو مبارک با برکت بگردان. پروردگار رو در این روزی سعید جمعه، روزی اجابت دعا، گذشتگان همه ما را رحمت مغفرت، قبرهایشان را با نور رحمتت منور، روحهایشان را شاد بگردان. خصوصا پدر و مادران گذشته ما را از ما خوشنود و خوشحال و راضی در این روز سعید جمعه راضی بگردان. پروردگار امروز و همه روزمان را با برکت، پروردگار فیض و خیر برکتت را دائمی بگردان. پروردگار کشور ما را همیشه آرام، همیشه آباد، همیشه پیشرفته و ترقی کرده از جهت دین و دنیا در حفظ و حمایه و پناه خودت نگه بدار. در این عصر فتنه و ناآرامی ها پروردگار از تمام فتنه و تمام آفت و ضرر و خطر کشور ما را در پناه عصمت خودت نگه بدار. پروردگار همه خیرخواهان، خصوصا پیشوای ملت و تمام خیرخواهان این کشور و اسلام و مسلمین را در تمام کارهای خیر، عملهای صالح و نیتهای نیکشان کامیاب و موفق بگردان. و همه اون برادران ما که در خارج کشور، در خصوصا در مهاجرت مهنتی هستند یا هر کجای هستند، پروردگار در عمر و زندگی و کسب و کارشان برکت عطا فرما و سالم و غانم و با عزت و با برکت به نزد پیوندان اهل و خانواده بر بگردان. و همه این حاضرین که به امید خانه‌ات آمده اند، دستی امید به سوی خودت برداشته اند، پروردگار هر یکی امید و آرزو و نیت‌های نیک دارند، همگان را به مقصدهای اصلی و نیت‌های نیکشان برسان. پروردگار همه اونهایی که برای آبادی و ترمیم این مسجد و مرکز سهم گذاشتند و سهم می‌گذارند، پروردگار در عوض این همه مهنت و زحمت و مبلغ‌های گذاشته اشان عزت و برکت و سعادت ابدی نصیب روزیشان بگردان. و صلی اللهم علی سیدنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. برادران اسلام، ما و شما در یک عصر و زمان زندگی داریم که وسایل خبرها یا که وسایل اجتماعی، شبکه‌های اجتماعی خیلی فعال بوده و جوانان را چی به تندگرایی دینی یا اینکه به فسق و فجور و حرام و حرج و به بی‌ادبی و بی اخلاقی همیشه دعوت میکنند. این ما و شما رو آگاه میکند که چند برابر زیاد باید که فعال باشیم، فهماندهی کنیم، جوانان رو نصیحت کنیم. همیشه فرزندان رو باید نصیحت کنیم که بچم احتیاط باش. پروردگار میگوید که در سوره الناس استعیذ بالله و من الجنة والناس، یعنی از شیطان‌های انسی و شیطان‌های جنی شما پناه ببرید به پروردگار. از این همه شیطان‌ها پناه ببرید. شیطان جنی یعنی وسواس میکند، اما شیطان انسی راهنماییت میکند، گمراهت میکند. حتی پروردگار در قرآن میگوید که فردا روز قیامت انسان‌های هستند که میگویند استعیذ بالله یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ای کاش فلانی را رفیق نمیگرفتم، اون را رفیق گرفتم، به گپ اون گوش دادم، به راهنمای اونها پیروی اون کردم، حالا بدبخت دنیا و آخرت شدم. یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، فلانی را خلیل یعنی رفیق نمیگرفتم. هر جوانی که ناکام هست یا هر جوانی که معتاد هست یا هر جوانی که گمراه هست، اصلی مسئله رو ببینید، رفیق بدش اون رو به همین راه بد بردگی هست. برای همین قرآن تاکید میکند که آگاه باشید. من بارها در صحبت‌های پیشینم موعظه ها گفته بودم که باید پدر همیشه یکی از نزدیکترین دوستی فرزندش پسرش باشد
و مادر باید یکی از عزیزترین دوگانه دخترش باید باشد. دویم صحبت داشته باشد، دویم بپرسد بچه‌م چی نیت داری، چی مقصد داری، چی میخواهی، با کی بدی، چی کار کردی، چی گفتن، چی گفتی. میخواهید که فرزندان ناکام نشوند، محنت و زحمت زیاد میخواهد، این به آسانی نمیشود. هر کاری باید محنت و زحمت داشته باشد. برای چی ما جوانان رو دائم تاکید میکنیم؟ به خاطر که تجربه ندارن. حالا تجربه حیات و تجربه زندگی و حالا در زندگی دیدگی نیستن، پس تو بلندی ها و دیگر رو دیدگی نیستن. لیکن سال خورده و اون انسانی که چیز، اون پدر و مادری که حالا دیگر عمر دارد، چند نفری کامیاب دیده است، چند نفری ناکام دیده است. حالا میدوند که اون ناکام برای چی ناکام است، کامیاب برای چی کامیاب است. میدوند، تجربه دارد، علم دارد، سواد دارد، تدبیر دارد، تشخیص دارد، تحلیل دارد، سنجش دارد، ترازو دارد، در ترازو میگذارد. هر یک مسلمانی باید ترازو داشته باشد. فلانی چرا کامیاب است، چیکار کرد کامیاب است، فلانی چرا ناکام است، چیکار کرد ناکام است. اون جوان برای چی معتاد است، یا اون جوان برای چی لباش برته کرده است، نمیدونم با سوزندارو و کیمچی و لبا، یعنی دهشتناک کرده است خود رو. پیروی از کیم کی؟ او کجا می روی تو با این لبهایت؟ فردا در قبر نمیغنجی. اونجا پرسش دارند. حتی حالا ببینید خالزنی و اون چی میگویند، اون نقش نگاری که در دست در بدن حرام است. پروردگار این جسم رو برای تو امانت دادگی هست، این جسم امانت است. حالا چی کسی را بزنید یا خود رو بزنید، حرام است. کسی رو ظلم کنید یا به خود ظلم کنید، هر دوش گناهش برابر است. این معنی رو ندارد که هر انسانی اختیار داشته باشد در جسمش که یک گوشش رو ببرد یا که نیمی گوشش رو ببرد، یا اینکه بینیش رو تغییر بده. او پروردگار به بهترین شکل خلق کرده است، هر شکلی که نباشد. استعذ بالله. ولقد کرمنا بنی آدم. ما انسان قطع نظر از ایمان اعتقادش قبل از همه همچون فرزند آدم، همچون انسان میگوید ما انسان رو محترم و مکرم آفریدیم. این انسان مکرم و محترم هست و تمام موجودات رو در اختیار این دادگی هستیم، باید با راه حلال استفاده کند. این جسم امانت اون انسان هست و حق ندارد که چلیکش ببرد یا که پایش ببرد یا که دیگه بی ضرورت، اگر برای توبت حال دیگر گپ است، اون دیگر مسئله است. یا که لبش رو نمیدونم چی میگوین، مثل مرغاوی کیم چی خیلده. یعنی بعضی شکلشون، بعضی دخترها رو میبینید از برای خدا دهشت است، میبینید میترسید. لنجو رو نمیدونم کیم چی خیل میکنن، 4-5 سال بعد گجا میروی، چیکار میکنی با این شکلت؟ همونی که کردن پشیمان شدن، نمیدونن چیکار کنن، اینو کرده ای شدن. و انسان عاقل باید یک بار بپرسد که همین لوا رو برته میکند، نمیدونم چی بگویم دیگر. یا چیزی نوی هست که نام ندارد، باید که فرهنگی و زبان شناسا باید نام گذاری کنند، ببینند بسنجن که حالا کردگی ها چی شدن، کردگی ها چی شدن که من میکنم. اگر میکنم زیان میبینم یا فایده میبینم. و خداوند عزوجل در بهترین شکل آفریده است. فی احسن تقویم میگوید پروردگار انسان رو در بهترین قالب آفریدمت. میگوید ای انسان، خود زیباترین باشد، خود بدروترین باشد، بیزیبترین باشد، فرق نمیکند. و این شکل اعتبار ندارد. چشم چگونه است، بینی چگونه است، چهره چگونه است، قد و قامت چگونه است، برای انسان این مهم نیست. چرا که پروردگار با همین شکل آورد. نه پدر و مادرت کاغذ قلم داشت که بکشن که قدش چند متر، نمیدونم که چشمش یا گوشش یا که بینیش یا دیگرش چگونه باشد. یا می آمدگی بگید که من چشمایم این باشد، گوشایم این باشد، لبایم این باشد، دیگر باشد. و پروردگار آورد با همین شکل. بگو الحمدلله. حالا دعای سنتیه که هر وقت که مسلمان آینه میبیند باید بگوید اللهم کما احسنت خلقی فحسن خلقی. پروردگار من رو در بهترین شکل آفریده ای، حالا اخلاقم رو بهترین کن در بهترین شکل. اللهم کما احسنت خلقی، خلق من یعنی آفریده در بهترین صورت آفریده ای.
حالا اخلاقم رو بهترین کن. این دعایی هست که همیشه مسلمان باید در آینه وقتی که میبیند خود رو باید این دعا رو بگوید.